ببین چه گیسوان بلندی هست و همین الان در این زمان هست و قدیم ها که در قصه ها میگفتن که دختران که در چندین طبقه از ساختمان بودن یا یه طبقه بالا بودن، معشوق خودش که میومده به دیدنش گیسوانش رو، بافت گیسوانش رو مینداخته پایین مثل طناب، از اون میگرفته میومده بالا. تو قصه ما خواندیم که زال به دیدن رودابه که میخواسته بره و نمیذاشتن، چون شاه کابل با پدر رستم اینا اختلاف داشتن و نمیذاشتن رودابه رو زال بگیره و رودابه عاشق زال بوده و زال هم عاشق رودابه. میاد و از اون بالای طبقه رودابه گیسوانشو که بافته بوده میندازه پایین، زال میگیره از اون گیسوان میره بالا داخل اتاق رودابه و میبینن دیگه کار از کار گذاشته و رودابه رو به عقد زال در میارن که ثمره اون ازدواج رستم دستان به وجود میاد. بس این گیسوان که میگفتن تو قصه ها درسته. ما الان هم میبینیم در همه کشورها هست، هند، چین و این هم مال کردستان عزیزمونه. خیلی گیسوان قشنگ بلندی داره و در همه اقوام این گیسوان هستش.